در رابطه با مطالبی که خدمتتون در اسلایدهای قبلی گفتم، یه انیمیشن میبینیم. توی این انیمیشن داره نحوه تکامل لوله عصبی رو نشون میده. این قسمت داره جنین رو، یه مقطع طولی از جنین رو نشون میده، شامل اکتودرم، اندودرم، مزودرم و این هم نوتوکورد هست. اگر که از بالا به جنین نگاه کنیم، این لبه آمنیون هست، پریمیتیو استریک، پریمیتیو نود، اوروفارنژیال ممبرین و کلوکال ممبرین. نوتوکورد از اینجا به سمت جلو میره و در حین به سمت جلو رفتن اکتودرمی رو که در روش هست القا میکنه که به سمت نورال پلیت تمایز پیدا کنه و در عین حال پریمیتیو استریک داره در هفته 4 به سمت عقب ریگرس میشه و نوتوکورد رو ایجاد میکنه و با ایجاد نوتوکورد همونجوری که تو تصویر میبینید قسمت‌های کودال لوله عصبی هم شکل میگیره. قسمت‌های سفالیک از همون ابتدا اکسپنشن بیشتری داره. اگه تو مقطع عرضی نگاه بکنیم به جنین، اکتودرم رو اینجا میبینیم که 3 بخش داره: اکتودرم غیر عصبی، اکتودرم عصبی یا نورال تیوب که حالا این دو طرفش نورال فولد هستش، نورال پلیت که این دو طرفش نورال فولد هست و این قسمت بینابین اکتودرم عصبی و غیر عصبی یه بخش دیگه ای هست که به عنوان نورال کرست شناخته میشه که سرنوشتش از بقیه قسمت ها جدا میشه بعد از بسته شدن لوله عصبی و یک پارچه شدن اکتودرم سطحی. این نورال کرست همینجوری که میبینید به صورت موقت بین اکتودرم سطحی و اکتودرم عصبی قرار میگیره و بعد شروع به مهاجرت به سمت قسمت‌های دیگه میکنه که PNS رو در کل به وجود میاره. در این تصویر داره لوله عصبی رو نشون میده. همونجوری که میبینید قسمت‌های سفالیک اکسپند شده. بسته شدن لوله عصبی در مکان سومایت‌هایی هست که مربوط به ناحیه گردنی، تو ناحیه گردن آینده، البته سومایت‌های اکسیپیتال و گردنی. بسته شدن به سمت انتریور و پوستریور ادامه پیدا میکنه. در قسمت جلو انتریور نوروپور یا کرانیال نوروپور و پوستریور نوروپور رو میبینید. روز 24 هست، هنوز انتریور نوروپور بسته نشده، در شرف بسته شدن هست و 2 روز بعدش پوستریور نوروپور بسته میشه. همطور که میبینید رشد لوله عصبی بیشتر نسبت به قسمت‌های دیگه و در نتیجه لوله عصبی یک حالت خمیده‌ای به خودش میگیره. باز اینجا داره نحوه تشکیل لوله عصبی رو نشون میده و در واقع اون حالت خمیده شدن لوله عصبی انتریور نوروپور و پوستریور نوروپور رو در این قسمت داره به نمایش میذاره. قسمت‌هایی که هنوز بسته نشده به رنگ آبی تیره نشون داده شده و همون ابتدا وزیکل‌های مغزی به وجود میاد قبل از حتی بسته شدن. میبینید قسمت سفالیک رشد بیشتری نسبت به قسمت‌های کودال داره. باز اینجا مقطع عرضی رو داره نشون میده. همونجوری که میبینید سلول‌های نورال کرست رو مجدداً اینجا به نمایش میذاره. اینجا نوتوکورد هست که در واقع داره قسمت میانی اکتودرم رو القا میکنه که تبدیل به صفحه عصبی بشه. این ناحیه اکتودرم غیر عصبی به سمت جلو میاد، سلول‌های اکتودرم غیر عصبی رشد میکنه و در نتیجه رشد فشاری وارد میاره که لوله عصبی رو خمیده میکنه و باعث ایجاد نورال گروو میشه و همینطور که اینجا مشاهده میکنید سلول‌های ستیق عصبی به صورت موقت در بین لوله عصبی و اکتودرم سطحی جا میگیره و بعد شروع به مهاجرت میکنه به سمت و سوی مختلف و در کل در تعیین PNS و تمایز PNS نقش عمده‌ای رو میتونه داشته باشه. همونجوری که میبینید مسیر مهاجرتش اول در زیر اکتودرم هست که ملانوسیت ها رو میسازه و بخش بعدی در طرفین لوله عصبی هست و دورسال رود گنگلیون رو میسازه. مابقی سلول های مشتق از نورال کرست به مهاجرت خودشون ادامه میدن بدون اینکه در این ناحیه تمایز پیدا کنن، میان در خارج از
کانال مهره‌ای در حال تمایز و گنگلیون های زنجیره سمپاتیک رو میسازن. برخی دیگه مهاجرتشون رو ادامه میدن بدون اینکه تمایز پیدا کنن و در جلو آورت تشکیل پرآورتیک گنگلیون ها رو میدن و برخی دیگه میان در تشکیل مدولای غده آدرنال شرکت میکنن که اینا رو بعداً راجبش بیشتر صحبت میکنیم. این انیمیشن داره لوله عصبی رو نشون میده. امارایی هستش از لوله عصبی جنین و از بعدهای مختلف، همجوری که مشاهده میکنید اینجا پروزنسفالون، مزنسفالون، رومبنسفالون و قسمت مربوط به اسپاینال کورد هست و این یکی بخش در واقع تکامل یافته، قسمت تکامل یافته لوله عصبی رو داره به نمایش میذاره. همجوری که میبینید توی این قسمت پوینتین فلکچر باعث شده که رومبنسفالون به دو بخش متنسفالون و میلنسفالون تمایز پیدا کنه. اینجا سفالیک فلکچر رو میبینید و این ناحیه بخش در واقع تلنسفالون در حال تکامل هستش. خب حالا اگر که مقطعی از لوله عصبی بزنیم، توی این قسمت شما لوله عصبی رو میتونید ببینید که توسط نوراپیتلیوم پوشیده شده. این اکتودرم سطحی هست و این هم سلولای مزانشیمی هست که در اطراف لوله عصبی قرار داره و بخشی که نزدیک لوله عصبی هست میتونه در تمایز به سمت مننژ نقش داشته باشه. سلول‌های مننژ از بافت مزانشیمی مشتق میشن. البته بخش‌هایی که مربوط به پروزنسفالون هست منشأ نورال کرست داره که یکم متفاوت هست از بخش‌های ناحیه کودال، اما در بیشتر نواحی پیامتر و بقیه قسمت‌های مننژ از این بخش‌های در واقع مزانشیمی مشتق میشن. حالا اگر که به صورت دقیق‌تر به این اپیتلیومی که پوشاننده لوله عصبی هست و ما به عنوان نورو اپیتلیوم ازش نام میبریم نگاه بکنیم، میبینیم یک اپیتلیوم سودو استراتیفاید ویژه هستش. این اپیتلیوم سودو استراتیفاید در قسمت‌های بیسال سلول‌هایی داره که میتونن تقسیم بشن و در نتیجه تقسیم یه سری نوروبلاست‌هایی رو ایجاد بکنن و این نوروبلاست‌ها به سمت پیامتر در حال تکامل مهاجرت میکنه. توی این تصویر داره نشون میده که این سلول‌های در حال تقسیم در قسمت بیسال چگونه سلول‌های نوروبلاست رو به سمت خارج به وجود میارن. این نوروبلاست ها که از این نورو اپیتلیوم به وجود میاد، همجوری که میبینید به سمت خارج نوروبلاست به وجود میاره. اینجا پیامتر در حال تکامل هست و این نوروبلاست هایی که به این ترتیب شکل میگیرن اصطلاحاً بهش میگن مانتل لیر. مانتل لیر حاوی نوروبلاست هایی هستش که شروع میکنه به ایجاد نوریت یا زوائد عصبی و این زوائد عصبی در خارج جمع میشه و یک لایه دیگه رو ایجاد میکنه به نام مارجینال لیر. بنابراین لوله عصبی از 3 لایه به این ترتیب از این به بعد پوشیده میشه. یکی نوراپیتلیوم هست که سلولای در حال تقسیم داره، نوروبلاست هایی که تازه شکل گرفتن مانتل لیر رو به وجود میارن و این اطراف شما مارجینال لیر رو میبینید که از زوائد این نوریت‌ها، زوائد و نوریت‌های این نوروبلاست های داخل مارجینال لیر به وجود اومده. نوروپیتلیوم به طور یک نواخت نوروبلاست رو در همه جا نمیسازه. یه جاهایی همطوری که میبینید بیشتر نوروبلاست میسازه، یه جایی کمتر و یه جاهایی اصلا نوروبلاست نمیسازه. نوروبلاست ها در قسمت دورسال بخشی رو به وجود میارن به نام ایلار پلیت. در قسمت بیسال از مانتل لیر نوروبلاست ها بیسال پلیت رو به وجود میارن. قسمت هایی که نوروبلاست شکل نمیگیره در صفحه سقفی و صفحه کفی توی این ناحیه تشکیل میشه. در قسمت بالا صفحه سقفی یا روف پلیت رو میبینیم، قسمت پایین فلور پلیت رو میبینیم. بنابراین مانتل لیر در همه جا یک نواخت نیست، یه جاهای ایلار پلیت، یه جاهای بیسال پلیت، یه جاهای روف پلیت و فلور پلیت رو به وجود میاره. اگر این تصویر رو مقایسه بکنید با این تصویر یک نخاع در بالغین، میتونید مشاهده کنید که چه بخش‌هایی از نخاع بالغین از بخش‌هایی در لوله عصبی جنین تشکیل شده. این لوله مرکزی سنترال کانال رو میسازه به همراه اپیتلیومی که اطرافش رو میپوشونه که در واقع بقایای نورو اپیتلیوم هست. قسمت
انتریور هورن که مربوط به حرکت هست و نورون‌های حرکتی داره از بیسال پلیت به وجود میاد. بنابراین نوروبلاست‌هایی که در بیسال پلیت جا میگیرن در تشکیل نورون‌های حرکتی نقش دارن و این قسمتی که در قسمت عقب هست، یعنی از ایلار پلیت به وجود میاد، پوستریور هورن رو به وجود میاره که در واقع اینترنورون‌هایی هستن که حس رو دریافت میکنن و این مارجینال لیر که در اطراف هست ماده سفید رو به وجود میاره. توی این تصویر میکروسکوپ الکترونی از همین قسمت هست که شما میتونید نوروپیتلیوم رو ببینید. اینجا ایلار پلیت، این گنگلیون در حال تکامل هست که از نورال کرست به وجود میاد و این ناحیه بیسال پلیت هستش. خب حالا این نورون هایی که شکل میگیره در ابتدای نوروبلاست ها به صورت ایپولار هستن، بعد 2 تا زائده به دست میارن که این 2 تا زائده یکیش میشه آکسون و دیگری دندرایت و دندرایت ها متعدد میشن و به این ترتیب یک نورون مالتیپولار شکل میگیره. به این ترتیب از نظر هیستولوژیکال هم نوروبلاست ها از نوروپیتلیوم به وجود میان و البته نوروبلاست های مختلف همینطور که گفتم به این شکل میگیره، اما تکامل سودو یونیپولار نورون ها یک کمی فرق میکنه به این ترتیب که اول نوروبلاست های ایپولار شکل میگیرن. اینها معمولا از نورال کرست به وجود میان. علتش هم اینه که سودو یونیپولار ها رو بیشتر توی گنگلیون های حسی داریم که از نورال کرست مشتق میشن. بعد 2 تا زائده به دست میارن. این 2 تا زائده شروع میکنن به سمت همدیگه مهاجرت کردن و در قسمت ابتدایی با هم فیوز میشن و به این ترتیب یک استراکچر تی شکل ساخته میشه که در ابتدا یک شاخه از نورون خارج میشه و بعد به 2 شاخه مرکزی و محیطی تقسیم میشه. قسمت مرکزی به سمت در واقع بافت ایلار پلیت در حال تکامل پیش میره و با نورون های اونجا ارتباط برقرار میکنه.